خب من الان خونه دوستمو قشنگ اتراق کردم، اتاقشو گرفتم، الانم گوشیشو گرفتم. مرحله بعدی روحشه، اونم میگیریم. سلام به همگی، من پنیوایزم و قراره داخل این ویدیو قرار نیست نه بیوگرافی داشته باشیم، نه موزیکی، نه چیزی. قراره فقط روح آدما رو بخوریم، روح آدم بدا. و هالووینتون مبارک. امیدوارم این نره داخل چشم و کورشم، چون واقعا ایده خوبی نیست. الان پلنم اینه که صرفا اولش هالووین رو بهتون معرفی بکنم که برای اونایی که هالووین رو نمیشناسن و اصلا همینطور دارن جشن میگیرن بیشتر آشنا بشن باهاش. هالووین رو بهتون معرفی بکنم که از کجا آمده. پس بریم سراغ ویدیو. هالووین مربوط میشه به خیلی خیلی قدیمی تر، یعنی اروپای مرکزی، که یه قومی بودن به اسم سلتی ها بهش میگفتن، کلتی ها بهشون میگفتن، و اینها به یه چیزی خیلی باور داشتن: طبیعت، ارواح و زندگی پس از مرگ. و اینها اگه بخوام بگیم بر اساس نقشه الان جهان بگیم، مربوط میشدن به جنوب آلمان، اتریش، سوئیس و حتی شاید اسپانیا و ترکیه امروزی. و سلتی ها یک مرکزی نداشتن، یعنی یک حکومتی نداشتن، صرفا یک قوم بودن با یک ریشه زبانی واحد. سلتی ها بعد از اینکه مسیحیت همه جای دنیا رو گرفت، خب تقریبا از بین رفتن، یعنی ریشهشون از بین رفت. ولی خوشبختانه اسکاتلند هنوز این ریشه رو نگه داشت، این هالووین رو نگه داشت. واسه همینه ما الان هالووین داریم. همونطور که بهتون گفتم اونا به ارواح اعتقاد داشتن، ولی رسومشون خیلی متفاوت تر از هالووین الان بود. رسومشون این بود که چون باور داشتن که ارواح دقیقاً 31 اکتبر یک مرز باریکی بین جهان به وجود میاد و اینها برای اینکه بتونن از خودشون محافظت بکنن یک آتیش روشن میکردن، پوست حیوانات رو میکندن و روی خودشون میذاشتن که صرفاً اون ارواحو گول بزنن و اینطور باشن که اوکی ما رو نبرین، ما هم مثل خودتونیم. و این رسوم بهشون میگفتن All Saints، یعنی اصلا هالووین نبود، اسمش این بود. ولی بعد از اینکه مسیحیت اومد، خب کلیساها اینطور بودن که ما این بت پرستی رو نمیخوایم داشته باشیم، واسه همین رسوم خودشون رو آوردن و یک رسمی آوردن به اسم All Hallow Eve که بعدها خیلی کوتاه شد به اسم هالووین. و این رسوم مسیحیت هم تقریبا همین طوری بود، صرفا اون بت پرستیه رو نمیخواستن داشته باشن. قبل از اینکه کلا کدوی تنبل وارد اسکاتلند بشه، اونها این رسم رو داشتن و یه قصه قدیمی داشتن به اسم جک خسیس. این جک مثل اینکه شیطان رو گول زده بود و وقتی که مرد شیطان دیگه داخل جهنم راش نداد، یعنی وقتی مرد نه داخل بهشت رفت نه داخل جهنم رفت و شیطان بهش یک زغال گداخته داد و این جک این زغال رو میذاشت داخل یک شلغم و داخل دنیای زنده ها رفت آمد میکرد. یعنی این رسم اسکاتلندیا بود. ولی بعد از اینکه مهاجرای اسکاتلند رفتن امریکا، اونها وقتی میخواستن هالووین رو جشن بگیرن شلغم نداشتن، یعنی داخل امریکا شلغم نبود، ولی تا دلتون بخواد کدو تنبل بود. و اینا اینطور بودن که اوکی ما رسممون رو انجام میدیم، ولی خب به جاش کدو تنبل میذاریم، چه بهتر، چون کدو تنبل هم بزرگتره هم کار باهاش راحت تره. اگه فیلم های هالووین دیده باشین، داخل فیلماشون یه چیزی داره که بچه‌ها با لباس عجیب میرن دم در خونه همسایه‌هاشون و میگن trick or treat. در اصل برمیگرده به قرون وسطا. اون تایما خب مردم میرفتن دم در خونه همسایه هاشون و اینطور بودن که ما واسهتون شعر میخونیم یا دعا میخونیم، در عوض بهمون یک کمی خوراکی بده یا یک کیکی بهمون بده. در اصل این یک محبت الهی بوده واسهشون که اون یکی هم شکمش سیر شه و این یکی خیر و برکت بیاد داخل زندگیش. و بعدها این به حالت مسخرگی در اومد که اوکی تو به ما شیرینی بده تا ما تو رو نترسونیم. این هم از تریک اور تریت. هالووین یک شب نبوده، هالووین 2-3 شب بوده که مردم پوست حیوانات رو میکندن، حیوانات رو قربانی میکردن، دور آتیش مینشستن و پیشگویی میکردن. یعنی از هر لحاظ خیلی به این فرهنگ به شب یلدا، به قاشق زنی ما خیلی نزدیک تره. و به جز این هالووین فقط داخل
اروپا نبوده، بلکه داخل آمریکای لاتین بوده، داخل ژاپن بوده. و اگه انیمیشن کوکو رو دیده باشین دقیقاً یه نمونهشه که داخل آمریکای لاتین اونها به صورت ترسناک خودشون رو در نمی آوردن، در اصل یک جشن خیلی مهمی واسهشون بوده. اونا یه چیزی پهن میکردن، خوراکی مورد علاقه مردشون رو میذاشتن، عکس مردشون رو میذاشتن و به این امید بودن که مردشون وقتی برمیگرده به خونشون ببینه که هنوز به فکرشن. تا الان امیدوارم گرفته باشه. وقتی داشتم این اسکریپت رو مینوشتم خیلی واسم جالب بود، چون از هر لحاظ خیلی به فرهنگ ماها نزدیک بود، چه شب یلدا چه قاشق زنی. و از لحاظ دیگه اینه که سلتی ها نه تنها برای هالووین جشن میگرفتن، بلکه برای آخر هر فصل ها جشن میگرفتن. واسه تابستون یکی داشتن، واسه بهار یکی داشتن و به نظر من خیلی رسوم باحالیه و به نظر من که باید ما ایرانی هم اون رسوم خودمون رو نگه داریم. من این ویدیو رو ریکورد کردم که واقعا چیل کنیم کنار هم، یعنی کارهای مورد علاقه‌م انجام بدم، چون امشبم کنار دوستامم و واقعا خیلی خوش گذشت، عکسای خیلی خوبی گرفتیم و خب ما دقیقاً یه بار همون میبینیم و واقعا این شب واسم خیلی مهمه از هر لحاظ. واسه همینطور بودم که اوکی کار مورد علاقه‌ام. پس پلن بعدی اینه که فیلم معرفی بکنم. چون من الان واقعا راحتم. فیلمی که الان میخوام بهتون معرفی کنم بیتل جوسه. وای بچه ها، بیتل جوس جدید نه، قدیمیش. و خلاصه بیتل جوس، من احساس میکنم تیم برتون وقتی داشته این فیلمو میساخته قطعا قبلش یه کباب کوبیده‌ای خورده بوده یا یه غذای سنگینی خورده بوده و بعدش خوابیده بوده، چون این حجم از عجیب بودن فقط بعد از غذای سنگین به وجود میاد. و خلاصه فیلم اینه که درباره یک زوجه که یه روز خیلی رندوم میرن مثلا به کاراشون برسن ولی اون روز میمیرن و داخل خونهشون روحشون گیر میکنه. روزای اول اینا چون یک ارواحی بودن که هیچ شناختی نداشتن درباره دنیای ارواح‌ها و اینا اینطوری بودن که چه اتفاقی افتاده، ولی وقتی میفهمن که مردن دقیقاً همون روز که متوجه میشن مساوی میشه با خونهشون به فروش میرسه و صاحب خونه های جدید میان و اینها پلنشون اینه که اوکی ماها که نمیتونیم بریم دنیای خودمون که دنیای مرده است، پس بیا این صاحب خونه های جدید رو بترسونیم. و نوع ترسوندنشون این دقیقاً منم، یعنی اگه من بمیرم قطعاً قراره همچین روح کریپی و مزخرفی بشم و اینا اینطوریان که خب صاحب خونه های جدید نمیترسن و دست به دامن یک روحی میشن به اسم بیتل جوس و خب اینا فکر میکنن بیتل جوس قراره کمکشون بکنه ولی خب همه چیز قراره بدتر بشه. بچه من عاشق این فیلمم، یعنی من هر وقت ناراحت باشم میشم این فیلمو میبینم، برام مهم نیست هالووین باشه یا هالووین نباشه، اینقدر خوبه. یعنی وایب گاتیکی که داره با ترکیب رنگ سبز نئونی مادر خداست. و به جز این من میگم بیتل جوس جدیدو واقعا دوست ندارم، اصلا ندیدمش، واقعا دوستش ندارم، ولی قدیمیه عالیه، بشینید ببینید، واقعا اینو ببینید. من میخوام که فیلمایی که معرفی بکنم یا سریالایی که معرفی کنم خیلی خاص و underrated باشن، ولی بچه‌ها برای هالووین خب قطعا باید سری های کانجورینگو ببینید چون هالووینه. خب و من درست الان دارم عده در میارم و اینطورم که آره من کانجورینگ خیلی underrated، ولی من بچه‌ها تایمی که کانجورینگ رو دیدم یک نوجوان بدبخت بودم و دقیقاً یادمه همون شب قشنگ ریدم تو خودم، یعنی من سری اولش رو دیدم ریدم تو خودم. و خب سری کانجورینگ رو همه میدونن، درباره یک خانواده وارنره که حال واقعیت بودن، دهه 70-80 بودن که میرفتن با جهان ماورا ارتباط داشتن و کالکشن جمع میکردن. فکر کنم سری آخرش هم ساختن، هنوز اون رو ندیدم، امیدوارم امشب تایم داشته باشیم با بچه‌ها بشینیم ببینیم. ولی خب شنیدم یکی از بچه‌ها گفته بود که زیاد خفن نبود، حالا من نمیدونم، ولی باز میگم کانجورینگ سری های اولش فوق العاده است، بشینید اینم ببینید. فیلم بعدی دروغ گفتم، کریه، هالووین نیست. من کریه فکر کنم اولین بار 2013 رو دیده باشم، چون حتی داخل چنلم گفتم، من داخل چنل تلگرام بیشتر میشم صحبت میکنم راجع به این موضوعات، ولی اولین سری که دیدم 2013 بود و دقیقاً سکانسش رو یادمه. 12 سالم بود و تبلت داشتم و دختر خالم اینطور بود یه فیلم جدیدی اومده و
اون زمان بچهای هم نسل ما میدونن با بلوتوث و شریط و اینا انتقال میدادیم. وقتی فیلمو دیدم به شکل عجیبی واقعا اینم ریدم تو خودم، یعنی واقعا خیلی ترسناک بود واسم که همچین اتفاقی واسه یه نفر بیفته. فیلم کری در اصل از کتابیه که استیون کینگ نوشته راجبه یه دختری به اسم کری که خیلی خجالتیه و بچهای مدرسه مسخرش میکنن. مامانش یه آدم مذهبیه که اونم با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنه و به جز این کری وسط این هیروینی میفهمه که این قدرت عجیب داره، میتونه با ذهنش اجسامو حرکت بده و اون سکانس پرامش که میره روی صحنه و خونه خوک میریزن رو سرش افسانه‌ای ترین و بهترینه. من دیوونشم. ولی اگه کتاب کری رو مونده باشین، در اصل کری باید یک دختر توپل و کسی باشه که از دید جامعه خوشگل نباشه، که کلا استیون کینگ میخواست به ما بگه که ما همه آدم ها تو هر حالت میتونیم بدجنس‌ترین آدم ها باشیم و اینطور نیست که بر اساس آره آدم ها انسانن، آدم ها نفس میکشه. میخواست بگه که اوکی ما آدم های زشت رو میتونیم قشنگ بیرحم باشیم بهشون زور بگیم چون صرفا از دید جامعه زشتن. ولی خب داخل فیلماش خب دخترای خوشگلی انتخاب کردن. البته سیسی داخل کری 1976 تو دید جامعه یک دختر لاغرندام و از نظر جامعه کریه بود. اون تقریبا به کری میخورد، ولی باز من 2013 رو من نمیپذیرم. ایشون خیلی خوشگله، یعنی چی؟ ولی باز کری هم خیلی قشنگه. کلا من استیون کینگم داشتم اسکریپتو مینوشتم فهمیدم که فیلماشو دوست دارم، چون تا الان فکر کنم 2 تا از فیلماشو داخل هالووین گذاشتم که استیون کینگم ماچ به کلت اگه داری اینو میبینی. فیلم بعدی فیلم جذاب هالووینه. دقیقا فکر کنم بهش میگن پدر اسلشر، خب ولی the queen of slasher. اونقدر مورد علاقه هم نیست، نمیدونم شاید چون خیلی وقت پیش دیدم و یادم رفته چطوری بود. ولی خلاصش راجع به یه پسریه که داخل سن 6 سالگی خواهرش رو میکشه و میره تیمارستان و بعد از 15 سال فرار میکنه و پلنش اینه که همه آدمای اون شهر رو بکشه بدون هیچ دلیلی. اینم خیلی خوبه. البته فکر کنم معروف ترینه و جالب اینه که تمام این سکانس ها کاملا بداهه گفته، یعنی تمام کارهایی که بازیگر رو میکردم بداهه بود. واسه همین به نظر من این جذاب میکنه فیلم هالووینا. فیلم بعدی حدس میزنین چی باشه؟ فیلم بعدی حدس میزنین چی باشه؟ وایسا میدونم. مکسین؟ نه، امتیاز منفی. اسکریم؟ فیلم بعدی اسکریمه که بخوام بگم فیلمیه واسه اونایی که خیلی فیلم ترسک دیدن و دوباره میخوام فیلم ترسک ببینن. یعنی در اصل این فیلمو ساختن که اون ژانر فیلم ترسک رو مسخره کنن، اون کلیشه‌های فیلم ترسک. و اصلا سکانس معروفیه که یه نفر زنگ میزنه به یه دختره و میگه فیلم ترسک مورد علاقه چیه. بچه‌ها اگه یه نفر این کارو با من بکنه تمام شد. یعنی من میرم به بیابون، یعنی تمام شد. یه نفر فکر کن زنگ بزنه، مثلا از دانشگاه اومده باشی خسته باشی، زنگ بزنه بگه فیلم ترسناک مورد علاقت چیه؟ بای. خب این فیلمه خب باحاله، من اسکریم رو دوست دارم، ولی چیزی که ترسناکش میکنه خود فیلم نیست، ماجرای پیدا کردن اون ماسکشه. باورتون میشه به نظر من راجب ماسکش باید یه فیلم میساختن، چون کارگردان ها ماسکش رو داخل یه خونه متروکه پیدا کرده بودن که سالیان سال هیچکی توی زندگی نمیکرد. آره این برازم بیشتر ترسناکه تا خود فیلم اسکریم. ولی سری فیلم های اسکریم هم خیلی باحالن. من بعضیاشون رو خیلی دوست دارم، مثلا اون سری های کمدیش رو خیلی دوست دارم. اسکریم هم حتما ببینید. فیلم بعدی در از سریال بعدی ایت که الان فکر کنم سریال خود ایت اومده که بازم ندیدم. بچه‌ها من کلا مشکل دارم، یعنی اینطوری هم که خودم پیشنهاد میدم فیلمو، خودم سریالو به آدما پیشنهاد میدم ولی خودم نمیبینم. وای باورتون میشه من سوپرنچرال رو به دوستم پیشنهاد دادم و اون زودتر من تموم کرد و من 10 قرن طول کشید. این داره زنگ میزنه. داشتم میگفتم فیلم بعدی فیلم ایته، فاکین پنی وایز. اصلا دلیل این که من اصلا این چنل رو زدم و نیکنیممو گذاشتم پنی وایز دقیقا به عشقی که من نسبت به ایت دارم. و شاید باورتون نشه اینم جن بود بچه، این جن بود. شاید باورتون نشه رابطه من با ایت دقیقا رابطه‌ایه که پسرها
به دوست دختراشون دارن. وقتی دوست دختره میگه چرا اسم منو داخل بیوت نمیذاری، چرا از من استوری نمیذاری، اون اینطوریه که من نمیخوام کسی بدونه، من و تو با همین، ولی با همه لاس میزنم. رابطه من با ایت دقیقاً همینه، هیچکی نمیدونه من دوستش دارم و هیچ وقتم نگفتم، ولی پنهانی دوستش دارم. رابطه تاکسیک. دقیقا همچین رابطه‌ای دارم و پنیوایز عشق زندگیمه. سریالش اومده و فیلمش من 2017 شو دیوونشم. خب پنیوایز هم دیگه همه میدونیم، فکر کنم تایمی که اومده بود داخل ایران ترکید. راجبه یه دلغکیه که داخل فاضلاب زندگی میکنه و بچه‌ها رو میخوره. بریم سراغ فیلم بعدی، در اصل آخرین فیلم، بعدش میریم سراغ انیمیشن ها. من ببین واسه هالووین اگه یکی بگه فقط فیلم ترسناک باید ببینی، فقط فیلم، گه میخوره، باید انیمیشن ببینید. انیمیشن آخرین فیلم تقریبا میشه گفت خیلی آندرریتده و خودم فکر کنم پارسال دیدمش، می برای 2002. این فیلم راجع به یه دختریه که از نظر جامعه کریپیه و واقعا هم کریپی هست. خب هیچ دوستی نداره و داخل ذهنش اینه که اوکی من دوست ندارم، میخوام دوست واقعی پیدا کنم. به نظر تو چه کار میکنه؟ دوست واقعی پیدا میکنه، میره جسد آدما رو میبره و یک انسان درست میکنه. و این فیلم در اصل یک ادای احترامی بوده به مثلا رمان‌هایی مثل فرانکنشتاین و اینجور چیزا. و اینکه اینم آخرین فیلم. بریم سراغ انیمیشن که من منتظر معرفی انیمیشن بودم. بچه ها این من اینو هدیه داده بودم به دوستم واسه تولدش و اسمشو گذاشته پنی. خیلی شبیمه. کیوت. خب انیمیشن بعدی، اگر یکیتون بگه که این انیمیشن اصلاً جز هالووین نیست، بلاک. کارخونه هیولاها. بچه ها مگه میشه کارخونه هیولاها جز انیمیشن های مورد علاقه هیچکی نباشه؟ مگه میشه؟ دوبله فارسی، اصلا انیمیشن باید دوبله فارسی باشه. کیه که با زیرنویس میبینه؟ انیمیشن با دوبله فارسی عزیزم. و کارخونه هیولاها دیگه همه دیدن، مثلا هم نسلای ماها، و من اینقدر دوستش داشتم هر روز مینشستم نگاش میکردم و دیالوگش حفظ بودم، میمردم واسش. انیمیشن بعدی رو من تقریبا تو بزرگسالی دیدم، یعنی بیشتر انیمیشن بعدی که میخوام معرفی کنم تقریبا بزرگسال بودم دیدمش. مانستر هاوسه، خیلی خوبه. راجبه، اگه نمیدونی، راجبه چند تا نوجوونه که متوجه میشن که خونه روبرویشون زنده است و آدما رو میبله و خیلی قشنگه. یعنی اون ژانر دهه 80، اون ترسناک بودن دهه 80 رو داره و همشون استاپ موشنه و همش با کار دست انجام شده. خیلی قشنگه، من خیلی دوستش داشتم. انیمیشن بعدی The Book of Life، دقیقا مثل انیمیشن کوکوه، ولی من تعجب میکنم چرا اصلا معروف نشد، چون موزیکاش فوق‌العاده است. مکزیکو چقدر قشنگ نشون داده بود و من این انیمیشن رو خیلی دوست دارم. مثلا موزیکاشو من یادم تا چندین سال گوشش میدادم و جز تاپ لیستام بود. آخرین انیمیشن پارانورمن. نمیدونم پارانورمن رو دیدین یا نه. راجبه یک پسریه که با ارواح صحبت میکنه، یعنی متوجه میشه که ارواح رو میبینه و بعد از یه مدت میفهمه که شهرش نفرین شده و باید شهرش رو نجات بده. واقعا بهترین بود و میدین جالب چه، این جز اولین انیمیشن هایی بود که اون کرکترهای اصلی یکیشون گی بود. همون پسر خوشگله بود که من وقتی فهمیدم، با دوله دیده بودم و وقتی فهمیدم گیه اینطور بودم که اوکی و دیگه همین. چه خبر؟ واقعا چه خبر؟ داری چه کار میکنی؟ بچه چه خبر؟ بایستی این پنیو بیارم اینجا. چه خبر؟ چه کار میکنید؟ واقعا بچه من سعی کردم اتاق دوستم رو هالووینی کنم و یه سوسک چسبوندم، بیتل جوس، و الانم بچه من واقعا الان منتظرم یه موچی بیاد. یعنی الان فقط چشمم دنبال ایتایم که اوکی الان میرسه نمیرسه. و مراقب خودتون باشین. الان که دارم ضبطش میکنم پنجشنبه است و شما قطعا قرار جمعه اینو ببینید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. و این ویدیوها شاید واسه آدمای نرمال عجیب باشه ولی واسه لوزرها کاملا آشناست. توی پنیوایز هیچ کس تنها نمیمونه. بای. بچه بزرگترین ترسم اینه که این بره داخل چشمم. پام داره سر میشه.
گوشی برد. آقا من چیزام خیلی دوست داشتم، اون که شعر داشت روی درخش هر دم خروشان هیسن هیسن، اسمشو یادم رفت. وای پاریس بود آره، هیولا در پاریس. آره هیولا در پاریس. و اینها وای بچه اگر میبینید کات میخوره ولی صورتم عجیب غریب شده و دارم میخندم بدونی داره اتفاقات عجیبی این پشت میافته و من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. خب عوامل پشت صحنه تو رو خدا. آخر ویدیو عنوان کن انذار روح خوبی داشته باشید، امیدوارم همتون یک دور انجامش بدین امشب، بهتون میگم آقا ریکورد میکنه ویدیو 98 همه فهمیدن حفظ گوشت 98 حفظ شدم. اگه خیلی احساس راحتی کنم آره شاید آیولاس ببینم.